علیکم برادرای عزیز اپا و خوارو امیدوارم که همه کسان از این خدا نگهبان تماشا برادرای عزیز اپا و خوارو همین یک تема را یک موضوع را می болу ما در روی کردیم درباره خالق رمضان برادرای عزیز اپا و خوارو خب ببینین وقتی که همون بلوگر برام ویدیو شرط همین شرط و ضروره که من برام ویدیوش کنم اگر شرط و ضرور باشه همون اپاشکا بروی سیویا زماده من خاطیش گپ زنم بین اینو حقیقت چیه حقیقت چیه بینیو بعد این زنک با من خالق رمضان در دستیاز ببرم و خالق رمضان گپ زنه که حقیقت کار چیه یعنی دو طرف من باید معاین کنم بفهمم برادرای عزیز اپا و خوارو برای بلوگر مهم باید کانتنت نباشه یعنی ویدیو کردن نباشه برای بلوگر معنی مقصد که اگر که با منفعت خلق بخوایم که حل کنیم یعنی دو طرف حل کردن در کارای ضرر برقرار کردن در کارای نه اینکه ویدیو کردن در کارای نه اینکه مقصد که هدف و مقصدای نوپوک یعنی برای شرمنده کردن مرا هدف و مقصدم یعنی مقصد یک خدمت برای این ملت این دولت این خلق کردن است مرا مقصدم برای بلوگ اکرام برمندن نمیای یعنی نمیخوام که دست یک نامرد نوجوانمرد در کیسه یک احتیاجمند باشه و یک مظلوم باشه به همین خاطر برادرای عزیز بعض یاد نمیسوندن که تو میترسی وای ویدیو کنی وای کی من وای بترسم همه اپاشکا بیا سیویا زبرویا من این بلوگر را باور ندارم با ویدیو شو میگه که اونا دکازات هست بعض یاد میگن نه اونا دکازات هست من دکازات قبول ندارم برای چی قبول ندارم برای که رفتارای رمضان با گپای اونا برابر نه مقصد توغری نمیگیره تا جایی که من رمضان هم میشناسم من پشتی نمیگیرم الله لعنت کنه همه آدم پشتی میگیره من تا جای خالق رمضان هم میشناسم خالق رمضان اگرجات کردن نمیتونه یک دیم خالق رمضان هیچ وقت یک زنک نمیگرده نمیگه که تنه لیچ ما در روی که یا که مقصد صورت بگی فلان جا ما در روی کنه خیلی گپا نداره ها خالق رمضان حق مردم هم میخره احتیاجمندا رو میخره زبر میکنه پلی کارتای مقصد کارتای چمونه پولش با منفعت خودش استفاده میبره این دلیل دکازات تو حاضر دما هستای ما برو ورده بودم در یوتیوب در کسی آدمای یوتیوب پیش من تماشا کرده باشه دیده بودن این چیزا خب به غرض این مقصد که چندین دلیل در کزاتاش بود مثال حتی بودش دارم مثال بعد زبور بر نمیکرد تا وقتی من نبودم به همین خاطر برادر عزیز این گپا در کار نیست اگر که مقصد از این ببریم از ویدیو کنیم بگردم بگن نه فلان همین وقتی که در کمبودی با شما یک تایید در خونه من تک نمیگوی مشکلای من برطرف نمیکنی دو روز که زایلین کردن برای ما این یک 4 روز پیش زایلین کردن بیاناتای برای عرضه بر دروغ کردن همین برطرف شد خوب شد یه نقص شد کدومت نه که من گشت گفتی که ادام مشکلی توسن کنه کدومت گفتی مرا یگم تاد با همین خاطر برادر عزیز همین بسیار طرفدارای ما که تماشابینای ما هستن بسیار من میفهمم میخواین ای دهن ما بفهمین من میخوام حقیقت ابرار رو نشون تو مردم دا من میخوام که حق به حقدار برسه در مردم من میخوام که ضرر برقرار شوه نه اینکه ما برام یک کس شرمنده نکنم جونی برادرو مقصد و هدف ما همین جونی برادر این معنی را ندارد که مقصد من برام هر چیزی که بخوام گپ زنم هر یک گپ بزنیم وقت ساعت داره که جواب باید بگیم جونی برادرو من شما پراویل نمیفهمین رمضان در حقیقت حرام خوری میکنه حق یک کس میخره مثال وای میکنه تا این درجه که او ویدیو را من تماشا کردم میگه که گویا او را گفتم رو تم میشکنم یا اینکه مقصد گفته که من صورت فلان خیلی صورت روی که این چیزا را وقتی که من باور ندارم من چقدر پیش خود میبرم ویدیو کنم بیا اون زنه که بگو همون زنه که بگو ما در ویدیو زنگ خطیش گپ زنم من گپ میزنم خطیش تا کجا گپا درسته ندرسته